با وجود بسته بودن مرزهای قزاقستان و ازبکستان با سبب پاندمی کرونا و آگهی‌های به تکرار، ده‌ها شهروند تاجیکستان با امید بازگشت به وطن در گذرگاه ژیبک جولی جمع شدند. شمار این افراد بر اساس حساب‌های مختلف 30 تا 50 نفر گزارش می شود. روز 5 ایون وزارت خارجه تاجیکستان با نشر اظهارات گفت که بیش از 30 شهروند تاجیکستان 2 روز بعد به وطن انتقال شدن 237 شهروند درمانده در مرز قزاقستان جنوبی و ازبکستان دوباره در گذرگاه مرزی ژیبک جولی جمع شدند. وزارت میگوید چون این حالت باعث میگردد که تا گرفتن اجازت عبور سرحد از مقامات داخلدار قزاقستان و ازبکستان مردمی در مرز درمانده سرسان و سرگردان شوند. به نوشته وزارت، کارمندان سفارت در قزاقستان و فعالان جمعیت تاجیکان در این کشور به این مردم با غذا و جای خواب مساعدت میکنند. وزارت از شهروندان تاجیکستان دعوت کرده است که بسته بودن مرزهای کشورهای آسیای مرکزی را در دوره پاندمی به نوبت گرفته تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی در منطقه از سفر به قزاقستان و ازبکستان و عبور ترانزیتی از آن دو کشور خودداری نمایند. با اطلاع مسئولین، بخشی از این مهاجران درمانده از روسیه آمدند چون در شرایط پاندمی کرونا اکثر مهاجران منبع کار و درآمد خود را از دست دادند. بر اساس حساب‌های تخمینی سازمان جهانی مهاجرت، از هر 10 مهاجر کاری 6 نفرش از کار و درآمد محروم شده است. شهنازه حسن و کارمند سازمان جمعیتی سناسزیم در شیمکند که هنوز برای گروه اول مهاجران تاجیک یاری‌های بشردوستانه برده است، روز 5 ایون به رادیوی آزادی گفت در دوام 2 شبانه روز آخر در مرز تخمیناً 50 شهروند تاجیکستان جمع شدند. تجمع گروه نو در مرز در حال است که بازگردان گروه اول بیش از 200 نفری شهروندان تاجیکستان تنها بعد چندین هفته مذاکره و گفتگوهای حکومت‌های سه کشور و سازمان جهانی مهاجرت امکان پذیر شد. یک همصحبت رادیوی آزادی که به حل چنین مسائل‌ها سر و کار دارد، روز 5 ایون گفت مهاجران خبرها را درست نمی‌خوانند و یا مخصوص آمده در مرز جای می‌گیرند و از مقامات طلب می‌کنند که آنها را به وطن انتقال دهند. این جریان ساده و آسان نیست چون که قاعده کرانتین بکار نشده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت در شرایط پاندمی و مشکل کار نهادهای دولتی، شهروندان هم باید مسئولیت و همکاری نشان دهند. به ضرورت مکانهای زیستی موقتی خود را ترک نکنند و خود را در حالت خطر آلوده شوی و یا درماندگی نگذارند.